با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز می‌کنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یک مزافر نگهبان جلسه. خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و نادانی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از دبیر جلسه درخواست میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل بعد از جلسه امروز اعلام کنم. سلام دوستان، سارا هستم، همسفر. به نام قدرت مطلق الله. جلسه قبل 8مین جلسه از دور 23 کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی دکتر بهنام شاه محمدی و نگهبانی جناب مهندس دژاکام و دبیری موقت خانم دکتر روزیتا با دستور جلسه TAC در روز جمعه 12 آبان ماه 1402 رأس ساعت 8 صبح آغاز به کار نمود. خلاصه سخنان استاد: من دکتر بهنام شاه محمدی مؤسس و مسئول فنی کلینیک مهرنام واقع در منطقه 19 تهران هستم. حشیش شایع‌ترین ماده به نوعی مخدر مصرفی است که منظور از مخدر یعنی مجموعی از مخدرها و محرک‌ها میباشد که حشیش شایع‌ترین و بیشترین تعداد مصرف کننده ها را دارد. در سمینار دانش اعتیاد یک آمار واقعا تلخ که حدود 54% مصرف کننده های امروزی حشیش در جامعه در رده سنی 15 تا 29 سال میباشند که شدت آسیب و میزان اعتیاد در این سنین به مراتب بالاتر است. اولین نکته برای درمان یک مصرف کننده حشیشی انگیزه مصرف است، زیرا فرد در مصرف حشیش این باور را دارد که انقدرها کار بدی انجام نمی‌دهد و انقدر عوارض سنگینی ندارد و همین دلیل انگیزه لازم را پیدا می‌کند. دومین نکته درباره درمان مصرف کننده حشیش این است که ماه اول بیشترین حجم و فشار روی کسی است که می‌خواهد ترک کند و همین دلیل درمان یک فرد مصرف کننده هروئین یا تریاک یا حتی شیشه به مراتب آسان‌تر از درمان یک حشیشی است. 3 روش آکادمی که برای درمان حشیش استفاده می‌شود: اولین روش تکنیک‌ها یا روش‌هایی است که روی تولید انگیزه فرد کار می‌کند. باور این روش آن است که افراد انگیزه‌ای برای درمان ندارند، پس اگر در فرد انگیزه را بالا ببریم به مرحله درمان رسیدیم. در این شیوه بحث پریز از مصرف مبنا نیست، بلکه آرام آرام با ایجاد انگیزه فرد را تغییر می‌دهند و بعد از بالا بردن انگیزه و دیدن توانایی بحث مصرف نکردن مطرح می شود. ابراز همدردی، گوش کردن، کامنت های مثبت ابزارهای این روش است. دومین روش CBT است. در این روش این باور است که رفتارهای ما از آن نشأت می گیرد. در این روش این باور وجود دارد که اگر فکر و باور افراد را تغییر دهیم و اصلاح کنیم، رفتار افراد نیز تغییر می کند و اصلاح می شود. ماتریکس هم جز این روش می باشد که روی افکار بیمار کار می شود. سومین روش CM یا همان مدیریت مشروع است که با دادن پاداش به فرد در طی مسیر درمان رفتار مثبت فرد را تقویت می کنیم و فرد را به سمت درمان پیش می بریم. آن چیزی که در حال حاضر روتین و شایع است، این 3 روش را با هم در یک بازه زمانی مثلا 12 جلسه ترکیب کرده و فرد را برای درمان آماده می کنند که در تمام این جلسات فرد خمار روی صندلی نشسته و با چنین فردی صحبت کردن سخت می باشد. بنابراین به عنوان بزرگترین نقد این روش نبودن داروی جایگزین می باشد. امروزه به نظر من با شیوه درمانی DSC و وجود مجموعه کنگره است، کار درمان برای شخصی که خواستار درمان است از نوع تمامی موادهای مخدر عملاً تمام شده است. تعداد مشارکت کنندگان 5 نفر، مبلغ سبد قانون 11 780,000 تومان. و اما این جلسه 9مین جلسه از دور 23 کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 مخصوص لژیون پزشکان پارک طالقانی با استادی آقای محمد شاه نظری و نگهبانی جناب مهندس دژاکام و دبیری این جانب دکتر سارا با دستور جلسه سیگار در روز جمعه 19 آبان ماه 1402 رأس ساعت 8 صبح آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه. متشکرم از دکتر سارا، ممنون. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر. قدیم میگفتن که ضرب المثلی بود که آفتاب لگن 7 است، شام نهار هیچ. چون قدیم که بود میخواستن غذا بخورن، مهمانی بود، یه لگن میدونن جلو آدم مسی بود، یه آفتابم بود که آب میریخت، همه دستاشون رو سر سفره میشستن تا بعد با خلو خوش میکردن، بعد غذا میومد.
حالا میگن از آفتاب لگن ما 7 دست داریم ولی شامنهار خبری چیه؟ نیست. الان دقیقاً مسئله نه تنها احتیاط بلکه اکثر قسمت ها مثلا میگیم حشیش، سابقه حشیش، تاریخچه حشیش، از کجا اومد حشیش، پدرش کی بود حشیش، مادر حشیش کی بود، عمش کی بود، خالش کی بود، چه جوری بود، چگونه بود، چند رقم تخم داره، چند رقم بز داره، همه توصیف میشه. حالا دربارش چی؟ امفتامین، انواع و امفتامین، اقسای امفتامین در چه تاریخی اومد، جنگ جهانی دوم بود، در جنگ نازی‌ها با این چیکار کردن، در جنگ ژاپن چیکار کردن، بهش در ژاپن گفتن شابو، اینجوری بود اینجوری بود، همه رو میگن حالا درمانش چی؟ حالا امروز ما باز در حشیش صحبت کردیم. حالا سیگار میدونیم خطرناکترین ماده است، یعنی سیگار از هروئین هم خطرناکتره، از تریاک هم خطرناکتره. مرگ و میری در اثر مواد مخدر هست، گویا شنیدم 17 برابر مصرف مواد مخدره. الان امروز سیگاریم، باز به مرتبه تاریخچه سیگار، تاریخچه تنباکو، جنگ چین، جنگ سیگار، همه میخوام صحبت کنیم برید درمانش رو چیکار کنیم. لژیون پزشکا که ما اومدیم داریم این کار میکنیم، ما به مسئله کاربردی هست، این چگونه شد چی شد مرد کاری نداریم، حالا چگونه خاکش کنیم. سیگار چی از یه مقداری بگیم، سیگار چی از توضیح میدیم، برید چیکار کنیم درمانش بکنیم. درمانش چیه؟ ما باید چی رو درمان کنیم؟ چجوری باید درمان کنیم؟ با شعار و با حرف و با سخن نمیشه. امروز استاد جلسه محمد هست، کارشناس ارشد روانشناسیه و چون معمولا پزشکا میشیرن استاد جلسه، ولی چون سیگار خود محمد عضو لژیون پزشکا هست و سیگار هم خودش قبلا میکشید و مسلط هست، میخوام ما روی این محور چی کنیم کار کنیم. اگر یک فرد مسکن کننده سیگار اومد رو کلینیک خواست درمان بشه، ما چطوری اینو درمانش بکنیم؟ اگر اما با اقسام روش ها هست یکی با مقایسه کنیم چه خوبی ها داره چه بدی ها داره، چه جوری هست، چه کار میخوام بکنیم. میخوام امروز این کار رو بکنیم. به بقیه جلسات لژیون پزشکا همین کار رو باید بکنیم. ما از نظر تاریخچه و توصیف و اینا خیلی همه بلده، هم تو اینترنت پره، لازم نیست بیاد صبح. بقول کی بود میگفت، بابک میگفت صبح زود بیان اینجا ببینم ما چی میگیم. خب شب تو اینترنت میزنه خودش میخونه دیگه. اینجا پا میشیم میایم میخوام این کاری کنیم ببینیم از نظر کاربردی مشکلات کجاست و ما چه کار کنیم بتونیم به دیگران کمک کنیم. خب جلسه رو میدم به استاد جلسه، 10 دقیقه خودش صحبت میکنه، حالا تا 12 دقیقه و ساعت 1:09 هم جلسه رو باید تحویل میده. سلام دوستان، محمد هستم، یک مسافر. محمد شاه نظری هستم، کارشناس ارشد مشاوره، روان درمانگر و پژوهشگر اعتیاد و درمان اعتیاد. آقای مهندس سپاسگزارم که من فرصت خدمتگزاری دادید. سیگار همونطور که شما همه اساتید مستحضر هستید دروازه ورود به اعتیاده دیگه، یعنی اونقدر این ارتباط و وابستگی با فرد ایجاد میکنه که من یک زمانی به عنوان یک پژوهشگر در زمینه روانشناسی که خب خیلی هم در زمینه هیپنوتیزم فعالیت میکردم، سالها پژوهش میکردم با اساتید هیپنوتیزم هیپنوتراپی، میشستیم صحبت میکردیم که چه کار باید بکنیم که این ارتباط ها، این لینک ها بریده بشه. فرد وقتی که یک رفیق همیشگیه دیگه با فرد، سیگار، یعنی موقعی که فرد خوشحال سیگار میکشه، ناراحت سیگار میکشه، فکرش مشغول سیگار میکشه، فکرش مشغول نیست سیگار میکشه، کله پاچه میخوره سیگار میکشه، کله پاچه نمیخوره سیگار میکشه، همیشه این سیگار دستش هست. یک وابستگی عجیبی داره و به این فکر کردیم که چطور باید این جایگزینی انجام بشه، چه جور باید ما این رو جایگزین بکنیم. میگن قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. یک طلاساز اون عیار طلاهایی که دستش میاد رو میشناسه. شما هم به عنوان کارشناسان و اساتیدی که سالها در زمینه درمان اعتیاد و سیگار کار کردید، اون روش‌های مختلف رو باهاش آشنایی دارید و میتونید اگر امتحان بکنید تفاوتاشون رو متوجه بشید که چقدر بازدهی داره.
یک مرحله ترک هست و مرحله دیگری که آیا بازگشت دارد یا خیر، چقدر بازگشت داره. من 23 سال خودم سیگار می‌کشیدم و یک بار اون هم به ناچار مجبور شدم به طریق سقوط آزاد بذارمش کنار، چون یه برونشیت خیلی شدیدی گرفته بودم و خب 5-6 ماه سرفه‌های خیلی سختی می‌کردم و ناچار شدم گذاشتم کنار، یه سلامتیم در خطر بود. 7-8 ماه مثلا طریق سقوط آزاد هم گذاشتم کنار. 7-8 ماه این اتفاق افتاد، اما به راحتی با یک تغییر موقعیت کاری برگشت. ما می‌خوایم این اتفاق نیفته. چه اتفاقی افتاده که الان در کنگره هست؟ من تقریبا 3 ساله که دیگه حتی به سیگار فکر نمی کنم، حتی خوابش رو نمی بینم. در همون موقعیت هایی که فکر می کردیم خب حالا اگر این اتفاق بیفته باید یه سیگار کشید، الان حالمون بده، الان استرس داریم، الان فکرمون مشغوله، دیگه رفت شد. اصلا انگار نه انگار که این اتفاق وجود داشته و این وابستگی وجود داشته. در کنگره 60 بود که من به عنوان یک روانشناس تا اومدم کنگره 60، مثلث جسم، روان و جهانبینی برای من جا افتاد که چقدر فیزیولوژی مهمه. ما فقط نباید به مسئله روان بپردازیم. دندونمون وقتی درد میکنه دیگه استرس داریم، عصبی هستیم. به عنوان این مثال ساده، این بیوشیمی بدن تغییر میکنه و تمام اینها باید بالانس بشه. اینکه در روش‌های مختلف داریم، شما آگاه هستید، روش‌های سقوط آزاد داریم که خب فرد ترک میکنه، خودش میذاره کنار. مرکزی هستن مثلا روش آلنکار که بین المللیه، من رفتم صحبتاشون رو گوش کردم، میگن ایزی وی، روش آسان. خب سال هاست داره کار میکنه. آنتونی هاپکینز میاد صحبت میکنه، میگه من با این روش درمان شدم. اما خب این پژوهش‌ها در زمینه بازگشت چقدره؟ میان 5 ساعت صحبت میکنن اینترنتی به روش‌های مختلف، ریشه یابی میکنن، توضیحات مختلف میدن و بعد فرد میذاره کنار. اما خب تهش چی؟ آیا آسیب داره؟ آیا نداره؟ آیا بدنش به حالت طبیعی و تعادل برگشته؟ اینا رو پژوهش‌ها اثبات خواهد کرد. من حتی اونقدر حساس بودم رفتم کتاباشون رو خوندم، رفتم دوره‌هاشون رو نگاه کردم، صحبتاشون رو دقیق موشکافی کردم. یه جمله جالبی دارن که میگن که سعی دارن القا بکنن به فرد که شما از سیگار کشیدن لذت نمیبرید. این برای منی که سالها سیگاری بودم، من از تک تک نخ‌های سیگار روزی پاکت نمیکشیدم لذت بردم و همینجا دیگه گذاشتم کنار روشم. همطور که در مورد اعتیاد میخوان صحبت بکنن اینجوری صحبت میکنن. روش‌های مختلف داریم در زمینه سیگار، مثال میزنم چند تا رو. خب دارو درمانی داریم، وارنیکلین هست، بوپرونیون هست، بعد که خب اینها تداخلی معمولا از یه زمانی شروع میشه، بعد مثلا میگن 2 هفته تا 35 روز بعد شما شروع میکنی به سیگار قطع میشه، یا همزمان با هم میرن جلو، یا اینکه ابتدا سیگار قطع میشه و بعد میره روی دارو. NRT هست، نیکوتین ریپلیسمنت تراپی، که ما هم جزء زیر مجموعه NRT هستیم، یک روش دیگه. انواع اقسام محصولات نیکوتینی تولید شده. آدامس که کنگره 60 با آدامس درمان میکنه دیگه. چسب برچسب‌های نیکوتین هست، از این استنشاقی ها هست، دهانی هست، زیرزبانی هست و روش‌های مختلفی که در NRT وجود داره. اینها مورد تایید هست، مورد تایید WHO. اما یک مدل دیگه چند وقتی اومده، سیگارهای الکترونیکی، هنوز مورد تایید نیست. اون هم نیکوتین داره اما تو این دسته نمی گنجه و هنوز عده‌ای هستن که میگن باشد، یعنی مفیده، عده‌ای میگن نه. من اخیراً شغلم رو عوض کردم، وارد فیلد جدیدی شدم، یک زمینه جدیدی شدم. تمام مدیران که اونجا هستن اونا از این سیگارهای الکترونیک میکشن. برام خیلی جالب بود که استایلی داره واسه خودش و یه دودی میده، بخاری میده. اینجا پرسیدم ازشون چرا این کار میکنین، چه جایگزینی برای شما وجود داره، چه تفاوتی وجود داره؟ میگن که خب ما اون گوگرده و اون چند هزار سمی که توی به جز نیکوتین وجود داره تو سیگار حداقل به ما نمیرسه. اما دقیقاً همشون میگفتن ما چند وقتی معده درد عجیب غریبی گرفتیم و میگفتم باید بریم. یکیشون میگفت من دیگه نمیکشم، اینو میخوام برگردم به سراغ همون سیگار خودم. گفت معده‌ام بد جور به هم ریخته. میگفت دقیقاً اینجا میگفت دقیقاً همینجاست و شبیه بود. ببینید سالها پیش چین اختراع کرد این رو و الان اومده در دنیا داره عالمگیر میشه. حتی افرادی که WHO سازمان بهداشت جهانی نگرانه، میگه خیلی از افراد که معتاد نیستن با این جذابیتایی که این داره میان و جذب سیگار میشه. آنچه که ما در کنگره 60 داریم
و عیناً برای خود من اتفاق افتاد روش DST هست. NRT آدامسی نیکوتین سالهاست اختراع شده، اما مهم اون روش درمان هست، اینکه داروی درمان، میزان مصرف و زمان مصرف، ما چطور از این استفاده بکنیم که به نتیجه مطلوب برسیم. در تمام این روش‌هایی که من پژوهش کردم و دیدم حتی اکثر زمان 6 ماه بوده، خیلی کمتر. در کنگره شصت مثل درمان اعتیاد DST حداقل 10 ماه هست. شما دستورالعمل با آدامسای نیکولایف میریم و این کار انجام میدیم. در ابتدا 2 میلی گرمی هست، هر کدومشون 2 میلی گرم نیکوتین داره. این آدامسا خود یه بروشوری داخلش هست، اگر این بروشور نگاه بکنید اون دستورالعملی که اون داره جوابگو نیست، چون توصیه میکنه که آدامسا رو کامل استفاده بکنید و اصلا کوتاه مدته. ما آقای مهندس یک روش بسیار هوشمندانه رو به کار بردن در این مقوله، مثل تریاک که سالها بوده اما درمانش نبوده، آبشیره می‌ریختن رقیقش میکردن و کوتاه مدت بوده. از این جنسی که موجود هست، از این آدامسی که موجود هست استفاده شده و به طریق درست. حالا خدمت توضیح میدم. من قبل از این وارد بشم به بحث خودمون چند تا منبع رو میخوام معرفی کنم. یک کتاب 14 مقاله آقای مهندس هست که فصل 13 راجع به سیگار صحبت میکنه، چون کنگره شصت برای ما یک دانشگاه است. من همیشه در طول زندگیم یک پژوهشگر بودم همیشه و جستجوگری از ویژگی‌های من بوده. همین بود که از مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران که لیسانس هم مهندسی مکانیک است اومدم و ارشدم رو در زمینه روانشناسی گرفتم و انشاءالله دکترا در همین زمینه ادامه خواهد داشت. این مقاله‌ای که اینجا هست در مصاحبه آقای دکتر ویلیام وایت هست با مهندس تجاکام و در یک تحقیق پایلوت درباره قطع سیگار در یک اجتماع ریکاوری اعتیاد هست. اونجا به تفصیل توضیح داده شده. در ژوئن 2015 در مجله درمان الکلی ها در امریکا چاپ شده. توصیه میکنم حتما مطالعه بفرمایید. CD های نیکوتین و CD سیگار و جایگزینی هم همینطور که نیکوتین رو روشن شاد آقای دکتر حاج رسولی صحبت میکنن، در انتهای مهندس صحبت دارن و سیگار و جایگزینی هم فلسفه و روش درمان رو کامل توضیح میده. روش‌های دیگر رو امتحان کردید، توصیه میکنم این روش‌ها رو هم مطالعه بکنید و یاد بگیرید، چون در عمل جواب داده. ما میخوایم جواب بگیریم. همه درمانگران دوست دارن کسی که میاد پیشش حالش خوب بشه و درمان بشه. ما 3 ماه سازگاری داریم در ابتدا. اساس کار بر اینه. سیگارها رو که میبینیم هر سیگار تقریبا نیم میلی گرم نیکوتین داره، 45 صدم نیم میل. این آدامس هایی که نیکولایف هست مثلا برچسب‌ها زیاده، این ویپ ها سیگار الکترونیک نیکوتینش خیلی زیاده، چیزها زیر زبانی ها زیاده. ما اینجا میگیم میزان مصرف چقدر. محاسبه کردن آقای مهندس هر آدامسی که توی این پکه ها هست 2 میلی گرم نیکوتین داره، 4 قسمت شده، هر کدومش میشه نیم میل. این 1/4 ها میشه یه سیگار. اما در 3 ماه اول مثل درمان اعتیاد سازگاری داریم. اینجا 3 ماهه سازگاری هست که اعداد تعیین نمیشه، بالا و پایین میشه تا اینکه به یک عددی میرسن. راهنما وجود داره برای درمان سیگار در کنگره شصت. افراد هفته 1 بار میاد، رو بستر جهان بینیشون کار میشه و رو دوز مصرفیشون هم همینطور. بعد از این 3 ماه دقیقاً با ضریب، چون روش DST هست، 8 ما میایم و این رو 21 روزه، پله های 21 روزه، استپ های 21 روزه کاهش پیدا میکنه با ضریب 8 تا به یک قطعه میرسه و در 10 ماه حالا یا 1-2 ماه بالاتر فرد رها میشه. نکته که اینجا وجود داره، ببینید من این میخوام سازگاریه رو بگم، برام خیلی عجیب بود. من یک لحظه نمیتونستم از سیگار جدا بشم، گفتم چه اتفاقی افتاد که این جایگزینی انجام شد. یعنی بعد از تقریبا 10 روز من دیدم دیگه اصلا نیازی به سیگار دیگه ندارم. به راهنما صحبت کردم، گفتم من دیگه نیاز ندارم. گفت نه، تا 10 ماه بعد کامل ادامه بدی که اون جایگزینی انجام بشه. سیستم بیوشیمی بدن که به هم ریخته در طول این سالها، یه هفته 2 هفته درست نمیشه. این دقیقاً زبان درمان اعتیاد هست که باید بهش فرصت بدیم. این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد 9 ماه زمان میبره، بدن هم نیاز به بازسازی داره. طبق تجربه در کنگره شصت ما بعد از 10 ماه رسیدیم و سیگار قطع میشه.
یعنی در ابتدا سیگار قطع میشه، بلافاصله فرد میره سراغ، اینجوری نیست که همراه باشن، همراه جواب نمیده، یعنی کم بشه باهاش در روش، میره سراغ مصرف آدامس. اما این نکته‌ای که هست اینه که جویدن، چرا جویدن؟ در این مقاله خیلی دقیق توضیح داده شده و در CD ها. چرا جویدن؟ در موقع سیگار مصرف کردن ما به طور روانی دوست داریم یک کاری انجام بدیم. کسی که سیگار بکشه متوجه میشه، حوصله‌اش سر میره، یک کاری میخواد انجام بده. این سیگار رو برمی‌داره، خیره میشه به اون دوردست، واسه خودش فکر ببین آدامسه این کار رو داره انجام میده، فکت داره حرکت میکنه، برچسب انجام نمیده این رو و برچسب میچسبونه میره، ولی آدامس دفعات داره، تکرار داره، مثل سیگار که تکرار وجود داره. خیلی قشنگ هم به واسطه تعداد دفعاتی که میتونید آدامس مصرف بکنید، هم به خاطر این حرکتی که انجام میشه، این جایگزینی انجام میشه و یه کاری، یه اتفاقی میفته. و نکته دیگر این که اون چاقی که بعد از اشتهای زیاد و کاذبی که ایجاد میشه بعد از سقوط روش سقوط آزاد در اینجا وجود نداره. جویدن فک باعث میشه که این انسان دیگه احساس گرسنگی نمیکنه، این حرکت جویدن داره انجام میشه. این هم نکته دیگر. مسئله مهم این که شما کاملا بعد از، من دیروز با یکی از دوستان که درمان کرده بود اما خراب کرده بود کارش، یعنی میگفت من گفتم چی شد، دلیل فکر می‌کنی دلیل چی بود؟ گفت من تقریبا 8 ماه که استفاده کردم از این روش دیگه گفتم خب دیگه هیچ نیازی ندارم و اینو شلش کردم، نظم رو به هم زدم و این ساختار گفت بازسازی نشد قدرم این کار و دوباره برگشت بود، نتونست رها بشه، نتونست. میگه بعد چند ماه تموم شد، بعد چند ماه اومدم و دوباره هوس سیگار کردم. این موضوع هم وجود داره در زمینه درمان و روش ما. این روش چه ویژگی که داره اینه که فرد کاملا یه انگار ما در کنگرش هست یک روش الگویی داریم که بحث جهانبینی است. افراد میان و از الگوها استفاده میشه، دیده میشه افرادی که این کار رو کردن، این انگیزه بالایی ایجاد میکنه. و نکته دیگری که در درمان وجود داره انگار روش کلنگره. ما اون موقع فکر میکردیم که باید یکی یکی این پیوندها بریده بشه، خب یک کش ببندیم دستمون از این روش‌های مرسوم، نمیدونم هر وقت هوس کردی، هر وقت استرس گرفتی این کار رو انجام بده. ولی به محض اینکه این بیوشیمی حل شد، جهانبینی اومد کنارش، تک تک اون مشکلاتی که یکی یکی باید میرفتیم حلش میکردیم حل شد. مثل سیستم ایکس که خب ساختار سیستم ایکس بالانس میشه و خیلی از بیماری‌ها درمان میشه. در سیگار هم همینطوره، این نیکوتینه برمیگرده سر جاش، رفته جایگزین شده، از اون نیکوتین بدن ساختارش به هم ریخته، حالا در طول 10 ماه پس گرفته میشه و ساختار بدن بالانس میشه، تعادل پیدا میکنه. اینجا دیگه اون پیوندها هم قطع میشه، اون جایگزینی ها هم قطع میشه، اون ارتباط ها، هوس ها دیگه از بین میره، دیگه هوسی وجود نداره. واقعا توصیه میکنم که این روش رو امتحان کنیم، یاد بگیریم و دیگه خودتون نتیجهش رو در بازگشت ها متوجه میشید. یه دو تا نکته هم هست، روش های دیگه هم وجود داره، حالا به جز درمان های سنتی دیدم درمان های طب سوزنی و اینها هم هست. حالا من نمیدونم چجوری کار میکنم، ولی من خودم این روش رو بهش ایمان دارم و اینکه خب پژوهش‌های آتی هم قطعاً اثبات خواهد کرد، همون گونه که در زمینه اعتیاد پژوهش‌ها صورت گرفته و در سطح بین‌المللی در حال انجام است. در حال میگن آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. یه وقتایی همه چیز کنار دست ماست و به قول داستان مولانا که فردی باید حتما میرفت مصر و گنجش رو پیدا میکرد در بغداد، تو خونه خودش دفن بود اون زیر درخت خودش، باید تا اونجا میرفت و میومد. حالا اینجا مرکز دانش هست و من به عنوان پژوهشگر تهی براش نمیبینم، همیشه شعاری دارم که یادگیری ادامه دارد و امیدوارم که بتونم عضو موثری در ادامه مسیر باشم. ممنون که به صحبتام گوش کردید. ممنون مهندس از اینکه اجازه عزیزان مشارکت رو، جلسه مشارکت باز هست، در خدمت دوستان هستیم. بفرمایید. سلام دوستان، رضا هستم. مرسی از اجازه مشارکت. از خسته نباشید خدمت شما مهندس و دبیر محترم.
خیلی قشنگ بیان کردید استاد. آیا مهندس هم ضرب مثال خیلی زیبایی همیشه مثالای خیلی زیبایی میزنه، من خودم لذت میبرم. آیا مهندس جمله معروفی دارن که بهترین درمان برای ترک هر ماده مخدر خود اون ماده است. خب برای سیگار هم قطعا همین رو میگن، ولی مهم هست که خب همه دایره ترک اعتیاد رو دارن، حتی سیگار رو، ولی خب اون چیزی که تمایز کنگره رو با بقیه مشخص میکنه این روش DST است که پس از اتمام اون درمان که اون 10 ماه حداقل بگذره فرد به اون پایداری ثابت میرسه. یعنی باز به قول خود آقای مهندس میگه دیگه فرد حتی احساس لذت بردن سیگار که دست نمیده هیچی، حتی سیگار رو نمیشناسه به معنی اینکه بخواد اون هوسه برگرده، حتی و اون جمله معروفشون که میگن در لابراتوار هروئین کار کنه و طرف اصلا احساس این مسئله رو نکنه. خب من خیلی ها رو دیدم برای ترک درمان سیگار هر کدوم بعد از مدتی برگشت میخورن. اون نقطه کور رو خب سخت تشخیص و درمان اون نقطه کور درمان که کنگره خیلی قشنگ این رو تشخیص داده. یعنی اون نقاطی که اون جسم و اون روان و اون جهان بینی باید هر سه به موازات همدیگه پیش بره که فرد در ادامه به اون پایداری برسه و دیگه اون حس برگشت درش ایجاد نشه. مرسی از اجازه موشم. سلام دوستان، الهه هستم، یک همسفر. الهه نوروزی هستم، دانشجوی دکترای سلامت. خیلی استفاده کردم استاد عزیز. عرض سلام و درود بیکران خدمت آقای مهندس و همه حضار عزیزمون. توی CD ها من CD سیگار رو گوش داده بودم و برام خیلی جالب بود این فرمایشی که همیشه جناب مهندس دارن در مورد ترک همه مواد مخدر، زمان مناسب، دوز مناسب و داروی مناسب. من هم خب دیده بودم عزیزانی که خب قبلا سیگار مصرف میکردن و نیت این رو دارن که متوقف کنن این پروسه رو، آدامس نیکوتین، قرص‌هاش، برچسب‌هاش رو استفاده میکردن و معمولا نتیجه نمیگرفتن. متوجهم نبودم دقیقاً چه اتفاقی میفته که اینا نمیتونن نتیجه بگیرن. وقتی CD ها رو گوش دادم متوجه این فلسفه زیبا و ظریف شدم و الان توصیه میکنم که این CD رو گوش کنن یا حداقل حتما در کنگره 60 حاضر بشن. خیلی خوبه، خیلی این اتفاق قشنگیه که ما یک مأمن امنی رو پیدا کردیم. عزیزانی که حالا مصرف کننده هر ماده‌ای هستن، از سیگار یا سایر مواد مخدر یا محرک، که میتونیم با آرامش خیال، با یک اطمینان کافی و 100% معرفی کنیم که خیالمون جمع باشه که میرن جای امنیه و نتیجه میگیرن. سپاسگزارم که به من اجازه مشارکت دادید. مرسی. اگر سوالی هم دارید در خدمتتون هستیم. سلام دوستان، سعید هستم، همسفر. من در ارتباط با سیگار دو تا نکته، یکی بحث اپیدمیولوژی قضیه رو میخواستم اشاره کنم. بعد از قطع مصرف سیگار حدوداً 3 سال بعد فردی که سیگار مصرف کرده سالیان طولانی به لحاظ ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی با نورمال پاپولیشن یا جمعیت عادی تقریباً ریسک برابری دارد و بعد از 7 سال قطع مصرف سیگار تقریباً در خصوص ابتلا به سرطان‌های ریه و اینها با جمعیت عادی تقریباً در شرایط برابری از نظر ریسک ابتلا خواهند. نکات بسیار خوبی رو دوست عزیزمون اشاره کردن استاد جلسه. من به نوبه خودم بهره بردم. بعد همونطور که اشاره کردن روش کنگره 60 همون استفاده از آدامس‌های نیکوتینی هستش که بسیار موثره، ولی به تجربه شخصی خودم چون از داروی بوپروپیون هم استفاده کردم یا با نام تجاری زیبان که مهار میکنه بازجذب
سروتونین و نورپینفرین و دوپامین رو. معمولا روشی که استفاده کردم به این صورت هستش که در هفته اول با دوز بوپرپیون رو با دوز 75 میلی گرم سینگل دوز همراه با مصرف سیگار رو به نصف، یعنی اگر روزی 20 نخ سیگار مصرف میکرد میگم که این رو برسون به 10 نخ سیگار، ولی همزمان 75 میلی گرم هم براش زیبان یا بوپروپیون یا حالا ایرانیش هستش اگر اشتباه نکنم ولبان، این رو شروع میکنه هفته اول. در هفته دوم قطع کامل مصرف سیگار و دوز رو به 2 برابر افزایش میدیم که حدودا 150 میلی گرم هست و این رو تا 2 ماه به قول معروف ادامه میدیم. هرچند این روش هم فیلر داره، شکست درمان داره، ولی خب در مواردی من خودم تجربه‌ای که کردم موفق بوده. مطلب بعدی در مورد خیلی علاقه‌مندم چون الان بسیار این شایع شده در مورد ویپ. من خواهشم این هستش که از نگهبان جلسه آقای مهندس که یه جلسه ای رو به این موضوع اختصاص بدن که در مورد خود ویپ و آثار عوارضی که چون یک چتر و ماسک بی خطر بودن روی این متاسفانه در جامعه راه انداختن، هرچند چون موادی که استفاده میکنه از مواد آروماتیک هستش، خود اینها هم کارسینوژنیسیتی بالایی دارن، سرطان‌زایی بالایی دارن. من به نظرم میاد که در این خصوص هم جاش هستش که با توجه به شیوعی که در جامعه پیدا کرده یک جلسه اختصاصا در مورد سیگارهای الکترونیک و ویپ به قول معروف اختصاص بدیم. از وقتی که دادین تشکر میکنم. با درود فراوان به همگی عزیزانی که تشریف آوردن و راهنمای محترم. پریسا هستم، یک همسفر. دکتر جعفریان هستم، کلینیک شادزی واقع در ستارخان روبروی کوسر سوم پلاک 127 طبقه فوقانی بانک تجارت. در مورد سیگار خب وابستگیش با توجه به صحبت‌هایی که میشم زیاده و واقعا وابستگی شدیدی ایجاد میکنه توی همه مردم و کنار گذاشتنش خیلی سخته با توجه به مشکلاتی که روحی بیشتر برای مردم ما ایجاد میکنه و متاسفانه خب تو خانم هم که شایع شده. ولی جالبه برای من، درست فرمودید عود بسیاری داره، ولی من در کسایی که دیدم، کسایی که کنار گذاشتن بعد یه مدت که میگذره، حتی یه هفته، بعضیات ممکن بعد 2-3 روز از اون به بعد احساس میکنن حتی بوی سیگار به اینا میخوره خیلی برای خودشون آزارنده است و حتی شاید آزارنده تر از اون کسایی که شاید اطرافیانش بودن تا اون موقع بهش میگفتن مصرف نکن و خیلی سمتش دیگه نمیرن. البته 2 دستن، یه عده هستن که واقعا اون عود ما زیاد توشون میبینیم، ولی یه عده هستن که واقعا یه حالت تنفر براشون ایجاد میشه. ولی من نمیدونم به چه شکلی که این اتفاقا میفته. اگر توضیح بفرمایید ممنون میشه. متشکرم از شما. ببینید این دقیقاً درسته، یعنی فرد وقتی که من خودم تجربه خودم هم همینطوره، هر بار که سیگار رو ترک کردم یه 7-8 روز بعدش بوی سیگار دیگران برای خودم آزاردهنده میشه. یعنی شما به شدت از بوی سیگار، این روند طبیعی بدنه، بدتون میاد و اما اون ارتباطات روانی که وجود داره و اون عدم بازسازی بدنه که برمیگردونه فرد رو بعد از مدت‌ها. یعنی یکی از دوستاشون فوت میکنه برمیگرده، یکی از تغییر شغلی پیدا میکنه، اون استرسه برش میگردونه، اون مقاومت، اون ریشه هنوز محکم نشده. این رو خب بعضی از افراد هم ادامه میدن، همونطور شما فرمودید، و ادامه میدن و مثل بچهای NA که خب با اراده میرن جلو و میرن و مقاومت میکنن و در طول مدت زمان هم بر نمیگردن. من دیدم نمونه هایی رو. اما این خطره همیشه وجود داره که در زمینه، چون به دلیل عدم بازسازی جسم
فرصت ندادیم جسم خودش رو بازسازی بکنه و عدم اون جهانبینی کافی بازگشت وجود داره. این رو در آمارها میشه دید، یعنی پروتکلی که وزارت بهداشت در مورد دخانیات داده، در مرحله آخریش رو 95 رو دیدم که وزیر وقت اون موقع ابلاغ کردن، آمارها رو شما اونجا هم میبینید بازگشت ها زیاده و این روش بازگشت کمتره. دقیقا همینطور دو دسته میشن، بعضی افراد میمونن اما در دراز مدت برمیگرده. به عنوان مثال یکی از دوستان ما 20 سال سیگار نمیکشید، اما میگفت من وقتی میخواستم سیگار بکشم میگفتش بیا من بوی سیگار بیم، اصلا هوس کرد، این استیلش و اون فضاشو میومد کنار ما وای میساد. علاقه وجود داره. در اینجا درمان صورت میگیره. درمان در مثال اینه که انگار اصلا شما سیگار رو نمیشناسید، سیگار با این برای ما فرقی نمیکنه. برای فردی که یک لحظه از سیگار جدا نمیشد. من میترسیدم زمانی که میخوام خارج از شهر برم سیگار به خودم نبرم، یا اگر تو طبیعت میرفتم باید چندین پاکت سیگار ببردم. خواستم برم اصلویه برای کارگاه، اونجا باید چند پاکت سیگار با خودم نکنه مشکل چی شد، چه اتفاقی افتاد. این باز درمانه باید کامل صورت بگیره. ممنون از شما. متشکرم. در این که گفت دکتر که وقتی سیگار ترک میکنن قطع میکنن در روز بعدش دوز سیگار رو آزرده میکنه. این دقیقا در مثلا هست که میگه گربه دستش به پینی میرسه میگه بو میده. شدیداً حواس سیگار بخواد بکشه، خب بو عزیزشون آزارش میده. امکان نداره که سیگارش ترک کنه 2 هفته بعد یا هفته بعدش از بوی سیگار بعدش بیاد. ممکنه اصطلاح اون آزارش میده، آره، به خاطری که نمیتونه بکشه و اون خودش فشار روحی روانی شدیدی بهش وارد میکنه. مرسی. سلام دوستان، احمد هستم مسافر. من مؤسس و مسئول فنی کلینیک حامی عراق هستم. خیلی ممنونم به من وقت مشارکت داده شد. در مورد توضیحاتی که استاد جلسه فرمودن، خب در رابطه با روش‌های درمان سیگار بود که خیلی هم کامل و جامع بود. همکارای عزیزم مشارکت کردن، اما من میخوام تجربه شخصی خودمون رو تو مرکزمون عرض کنم که خاطرم هست سال 94 تصمیم گرفتیم که در کنار درمان اعتیاد تو مرکزمون درمان سیگار هم شروع کنیم. خب یه پلاکارد هم زدیم، روش هم نوشتیم در این مرکز درمان سیگار به روش DST انجام میشه. خیلی هم بزرگ آویزون کردیم رو دیوار کلینیک و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بعد مدت ها حتی یه مراجعه هم ندارید این روش DST چیه و اصلا درمان سیگار به چه ترتیبه. و این برای من سوال بود. اما زمانی که لژیون درمان اعتیاد تو مرکز استارت خورد، یعنی افراد مراجعه کردن برای درمان اعتیادشون تو لژیون‌های درمانی که تو کلینیک بود، در کنار اون درمان سیگار به عنوان یک آپشن قرار داده میشه. همونجوری که در کنگره میبینیم افراد وقتی مراجعه میکنن بعد از 2 ماه وارد لژیون‌های سیگار میشن و اون وقت مشاهده کردیم یواش آدم هایی که میان در کنار اعتیادشون سیگارشون هم درمان میکنن دارن افزایش پیدا میکنن. امروز ما در مرکزمون 6 تا لژیون درمان اعتیاد داریم که همشون شاگردای خود لژیون بودن. 3 تا هم لژیون درمان سیگار داریم و در کنار درمان DST، روش درمان DST برای اعتیاد، سیگار هم داره به خوبی درمان میشه و رهایی سیگار هم میشه. اما نکته‌ای که به عقیده من در درمان سیگار حائز اهمیت هست اون بحث جهانبینیه. یعنی یک فرد مصرف کننده که غالبا مصرف کننده ها سیگار هم مصرف میکنن باید به یک دیدگاه، یک نقطه تفکری برسن که سیگارشون هم باید درمان کنن و تو کنگره این اتفاق میفته. بجز خود روش که یک روش کامل و عقلایی و علمی است، از نظر تفکری هم این نقطه تفکر در افراد شکل میگیره و برای همین
درمان سیگار هم یک درمان موفقیه در کنگره و میبینیم که خدا رو شکر در کنار درمان اعتیاد افراد دارن سیگارشون هم درمان میکنن و تو کنگره ما میبینیم که حتی خدمتگزارایی که خدمت میکنن اگر سیگاری باشن بهشون خدمت داده نمیشه. این یک فرهنگی داره از نظر تفکری تو کنگره توسعه پیدا میکنه و این خیلی جالبه. حالا من اینو به این دلیل عرض کردم که ممکنه همکاری امروز بگه خب من این روش DST رو میخوام تو مرکزم انجام بدم. میخوام بگم تا لژیون درمان اعتیاد توی کلینیک استارت نخوره به عقیده شخصی بنده و بنا به تجربه‌ای که دارم، لژیون درمان سیگار نمیتونه موفق باشه به تنهایی. یعنی باید اول لژیون درمان اعتیاد استارت بخوره تو مرکز جناب عالی و متعاقب اون فرد مصرف کننده که حالا سیگار هم میکشه بیاد و بعد 2 ماه یا 3 ماه یا حتی مدت زمان بیشتری سیگارش هم با متد DST درمان کنه. یه مطلب دیگه هم در رابطه با بحث خود آدامس نیکوتین درمان DST در عین سادگی و عقلایی بودن، ولی واقعیت این یه ریزکاری هایی هم داره که اونو تو خود کیس متفاوته. یعنی هر مراجعی، هر بیماری، هر مسافری که داره سیگارشو درمان میکنه بسته به تعداد سیگار، نوع سیگار، مقدار سیگاری که میکشه، میبینی برای یه مسافری با 1/4 آدامس جایگزینی اتفاق میفته، یه مسافر میبینی باید حتما نصف آدامس بخوره یا بیشتر حتی، و تعداد آدامس توی یه مسافر کمتره، توی مسافر گاهن بیشتره، ولی کلیت درمان همونیه که استاد فرمودن، ولی وقتی در عمل وارد کار میشی اون ریزکاری‌های خاص خودش هم داره. من صحبتمو با این جمله تمام میکنم. چند روز پیش ما مرکز درمانیمون رو جابجا کردیم، توی مکان جدید رفتیم. یکی از کارشناسای دانشگاه همراه من بود، کارشناسای اداره نظارت دانشگاه علوم پزشکی عراق. از من سوال کرد خب آقای دکتر سمیع، با توجه به اینکه روش درمان DST چون با کنگره خوشبختانه آشنا شدن، هم دانشگاه هم شورای هماهنگی که آشنا بود، دانشگاه علوم پزشکی هم اخیراً تو 2-3 سال گذشته خیلی همکاری میکنن با مراکزی که دارن با متد کنگره کار میکنن. از من سوال کردن که کارشناس اداره نظارت که چرا با وجود اینکه روش درمان DST انقدر روش موفقیه ولی کلینیکا کم استقبال میکنن و کمتر لژیون تو مرکزشون استارت میخوره. خدمت این همکار محترم عرض کردم برای که خانم فلانی این کاریه که زحمت داره و پزشکی که قرار لژیون تو کلینیکش استارت بخوره کارش زیاد میشه، زحمتش زیاد میشه و این شاید تنها دلیلیه به نظر من که حالا بعضی از همکارای مقدار تمایلشون کمتره، ولی واقعیت امر من عرض میکنم اگر مراکز لژیون درمانو تو مرکزشون استارت بزنن شاید در شروعش خیلی کند باشه، ولی در ادامه جریان و در ادامه کار اون مسیر درمان کل مرکز میره به سمتی که مرکز خروجی داره. مرکز ما امروز 3 تا رهایی خدمت‌های مهندس آوردیم تو پارک فقط و هر هفته تقریبا یا 2 هفته در میان رهایی‌های حالا یا مواد یا سیگارمون در میاد خوشبختانه. حالا این دستور جلسه سیگار من بنا به رسالتی که به عهدمه و اون وظیفه وجدانی هر بار که توفیق اینو پیدا میکنم تو جلسه لژیون پزشکان حضور پیدا کنم این درخواست رو از همکارای عزیز میکنم که حتما لژیون درمان اعتیاد رو تو مرکزتون شروع کنید. مطمئن باشید در طول زمان انشالله اون موفقیتی که به دست میارید خیلی خیلی بزرگه. خیلی متشکرم به صحبت‌های من توجه. ممنونم. آخرین مشارکت. سلام دوستان، زهره هستم، همسفر. من روانشناس و کارشناس ارشد روانشناسی و مددکار اجتماعی هستم. کمک‌رانمای همسفران در کلینیک نور مشکات. خوشحالم که در جمع شما هستم و تشکر می‌کنم از آقای مهندس. ارزم حضور صحبت‌ها رو همه دوستان و عزیزان گفتن. مهمترین موضوعی که من متوجه شدم که اول آگاهی و اون درکی که خود مسافر هستش و بدونه که برای چی میخواد اصلا کلا سیگار رو بذاره کنار. تا به این قضیه نرسه و پی نبره قطعا نمیتونه درمان بشه.
سوال بعدی من این هستش که آقای مهندس چرا بچه‌هایی که تو کنگره هستن خیلی راحت میتونن سیگار رو بزنن کنار، ولی ما توی کلینیک هر چقدر به مریضا و مراجعین میگیم که سیگارت هم همزمان با همین دوزی که داری کم میکنی، یه ذره کلاسا که داری میای و داری CD ها رو گوش میدی، سیگارت هم بذار کنار. ولی یه ترس خیلی وحشتناکی از کنار گذاشتن سیگار دارن و انگار فکر می‌کنن که اسرائیل میخواد به جونشون بگیره. خیلی ترس وحشتناک دارن از کنار گذاشتن سیگار و هر چقدر هم براشون من توضیح دادم CD سیگار و جایگزینی و نیکوتین رو براشون توصیف کردم و گفتم بهشون، باز هم اینها خیلی کمتر اراده و خواست اون کنار گذاشتن سیگار رو دارن. ولی که توی کنگره هست میبینم که بعد از 2 ماه از سفرشون که میگذره شروع میکنن به سفر کردن و همزمان با درمانشون سیگار هم میره کنار و درمان کامل انجام میشه. ممنون میشم که به سوال من جواب بدید. باز هم مرسی از خوبت مشارکتتون. مرسی. متشکرم از محمد عزیز استاد جلسه بسیار سپاسگزارم. جلسه خیلی خوبی رو اداره کردم و خیلی خوب صحبت کردم. متشکرم کاملا صحبتشون هم علمی بود هم عملی. ببین یه مسئله مهمی که ما داریم چه در مسئله اعتیاد چه مسئله سیگار فرق نمی‌کنه. سیگار هم اعتیاده هست، نوع حتی بدتر و خطرناک‌تر. و اون اینه که ما زبان بدن رو بفهمیم. ما در هیچ کدوم از تحقیقاتی که تا امروز انجام شده چه توی امریکا چه در هر کجای دنیا ندیدم که یک محقق در مورد اعتیاد زبان بدن رو متوجه شده باشه، فهمیده باشه، چه در سیگار چه در سایر مواد مخدره، چون کاملا در ارتباط هست. من هر هفته نامه دارم با امریکا، نامه‌نگاری دارم، دوستای نامه‌های منو بیلو در سایت بخونم متوجه میشه. تا این متوجه نشه چی فایده نداره. هر چیزی باید دلیلش رو بدونیم کاملا. خب من خودم نزدیک 35 سال سیگار کشیدم دیگه و داشتم به خاطر کشیدن سیگار سکته کردم. یعنی میشه گفت من که از 3 بعد اثر سیگار میمردم، ولی حال شانس آوردم نمردم. یعنی همه مواد کشیدم نمردم، ولی به خاطر سیگار مشکلات واسه رگ‌های کرونری قلبم وجود آورد که باعث انفاکتوز شد و خب شانس آوردم که برگشتم، از بین نرفتم. یه از اینی سیگار کاملا درکش میکنم و حسش میکنم و باورم نمیشد که سیگار چه این کاری نمیکنه. سیگار یه مرگ خاموشه و ما نمیبینیم عواقبش و عوارضش رو. اگر میدیدیم خوب بود، چون که این اتفاق میفتشون در ملأ عام نیستن، یا سرطان حنجره میگیرن یا سرطان میگیرن یا سکته میکنن و منجر به مرگ میشه و خیلی زیاد. یکی از شکایت های خیلی زیادی رو که دوست من پروفسور بیلیام صحبت میکرد و ناراحت شدید بود که تمام همکارا و دوستانش که در ریکاوری اعتیاد بودن، اعتیاد ترک کرده بودن، مرگ و میر در اثر استفاده از سیگار بین اونها بسیار بسیار زیاد بود. ولی حالا ما مسئله درمان سیگار داریم انجام میدیم. من چشم راجع به سیگار الکترونیک هفته بعد می‌ذارم راجع به سیگار الکترونیک و ویب صحبت کنیم، چون اونا خودشون ده قوز بالا قوزن دیگه. ولی در مورد مقابل سیگار این مسائل اراده انسان و انگیزش انسان و انگیزشی و اینا هم قابل قبول، ولی اینا هیچ کدوم جوابگو نیستن. به عنوان کمک هستن ولی اصل نیستن. اراده و انگیزه خیلی کارا رو نمیتونه بکنه. شما با انگیزه نمیتونی از دیوار عبور کنی، با انگیزه نمیتونی از یه درخت که تا بالا نرفتین با انگیزه از درخت بریم بالا، با انگیزه با اراده نمیتونی از یه درخت بریم بالا، چون با انگیزه نمیتونی از روی تناب عبور کنی، با اراده هم نمیتونی عبور کنی. دو تا مثال که خود من میزنم، یه هم شما یه دونه بین توی خیابون یا توی بیابون یه تخته بزنید به عرض 1 متر، 50 متر در 1 متر عرضش باشه، بگین عبور کنند باشه. همه آدم ها عبور میکنن. 50 متر یه تخته است، عرضش 1 متره.
حالا برین این تخته ارزش متر بزنین رو تو آسمون خراش در ارتفاع 5 متری بین یک خیابون، حالا بگین رو عبور کن. کی میتونه عبور کنه؟ وقتی عبور میخواد بکنه عرق میکنه، موهای بدنش سیخ میشه، ضربان قلبش رو تپش میفته، اصلا نمیتونه عبور کنه. اینها اراده و انگیزه و اینا در یه حد حدودی بله، ولی در یه کارهای دیگه نمیشه کرد. ما وقتی مسئله احتیاط میاد جلو باید صرفاً مسئله زبان بدن باشه، یعنی صرفاً باید بدونیم چه اثری، حالا دقیق ندونیم ولی به طور کلی بدونیم این چه اثری میذاره، چه کار میکنه و چرا باید درمانش کنیم، برای چی باید 10 ماه طول بکشه، برای چی باید پله پله کار انجام میگیره. ما این رو باید بدونیم. به اینها هیچ کسی، هیچ احدی هیچ توجهی داره نکرده و همه در کوتاه مدت میخوان یه کاری انجام بدن و درست مثل این میمون که ما در کوتاه مدت بگیم یه زنی که باردار شده بخوایم کاری کنیم با برنامه انگیزشی و با اراده یا با ماتریکس کاری کنیم این زایمانش بیاد 3 ماه تمام بشه، چون نمیتونیم کار کنیم 2 ماه تمام بشه، چون نمیتونیم کنیم. ما باید بدونیم آن چیزی که حالت روحی و روانی انسان رو تغییر بده و یا مسکن باشه باید از سطح خونی مغز عبور کنه. تا از سطح خونی مغز عبور نکنه نمیتونه این کار انجام بده. نه هر داروی روانگردان، خواب آور، روانگردان، افسردگی، هر چی باید بتونه عبور کنه و بره به کمک بقیه مواد شبه افیونی بدن، بره به کمک یا به کمک مواد ضد درد بدن مثل انکیفالینا، باید به اونجا اثر بذاره و سیگار از اونها هست که میره اونجا اثر میذاره. وقتی اثر گذاشت میره جایگزین میشه، وقتی جایگزین شد موندگار میشه. وقتی شما جایگزین برداری نقص داره، مشکل داره، اشکال داره. شما نمیتونی کسی که گرسنه هست با انگیزشی و با اراده و با خیلی چیزای آدم گرسنه رو سیرش کنی. ممکنه 1 روز نگهش داری، 2 روز نگهش داری، 3 روز نگهش داری، 4 روز نگه داری، 1 هفته نگه داری، ولی بقیهش چی؟ بقیهش باید غذا بریزی تو شکمش، حالا نون خوش باشه، هر چیز یک چیزی بدید، نون جو باشه، نون خوش باشه، نون کبک زده باشه، باید چیزی دیگه سیرش کنی. اعتیاد به سیگار هم همینطوره. باید ما یک چیزی بهش بگیم که جای اونو بگیره، چون جایگزین شده. نیکوتین اومده جایگزین شده. وقتی جایگزین شده باید اگر بخوای جایگزین برداری باید چیزی باز جاش بذاری. هیچ چیز برای یک فرد سیگاری جای نیکوتین رو نمیگیره. جای نیکوتینی که در بدن انسان لونه کرده، از سطح خونه مغز عبور کرده، جانب شده، هیچ چی جاشو نمیگیره. نه خدا میگیره، نه نعوذ بالله پیامبر میگیره، نه چی میدونم کتاب آسمانی میگیره، هیچ چیش نمیگیره. نه اراده، نه انگیزش، نه چه. خودشو کشت. آقای جون گفتم که بیلبیستر ما پیش که آقای کاری با برای ترکیده گفت من نمیتونم کاری کنم، هیچ کار نتونستم بکنم. خود فریدم کاری نتونست بکنم، شاید با حرف میشد این کار میکردم. هیچ کس نمیتونه. پس باید جای نیکوتین هیچی نمیگیره جز خود نیکوتین. نیکوتین چجوری شد جایگزین شد؟ چون ذره 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 اومد جایگزین شد. هروئین چطوری جایگزین میشه؟ ذره 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 جایگزین میشه. تریاک چطوری جایگزین میشه؟ تریاک یه بار تریاک میشه، تریاکی نمیشه که. شما اگر بخواید تریاکی بشه باید 200 بار بکشید. 10 بارم تریاکی میشه، تریاکی نمیشه. شاید قدمم در راه تریاک برداری، با خوشت میاد و 2 مرتبه میری به طرفش، ولی از نظر فیزیولوژی هنوز فیزیولوژی هم نرفته. شما موقعی تریاکی میشی که وقتی تریاکی قطع کردی سندروم محرومیت تریاک خودش نشون بده، اسهال بگیری، عرق کنی، عطسه بزنی، اون موقع بله، اون موقع دی جایگزین شدی. مسئله جایگزین خیلی مهمه. حالا تو سیگارم که میخوایم باز جایگزینی چیکار کنی؟ اونو برداری جای چیزی که بدی. نیکوتین قبلا توسط دود انجام میگیره، حالا شما برمی‌داری نیکوتین رو توسط نیکوتین خوراکی بهش میدی.
وقتی میخواین نیکوتین خوراکی بدید چقدر باید بدید؟ حساب داره. نمیتونی یکی نصف آدامس بدی، یکی آدامس بدی، یکی بیشتر بدی. اصلا این درست نیست. فرد با فرد هم فرق نمیکنه. باید قانون ایجاد کنیم. و اون قانون اینه که تو روزی چند تا نخ سیگار میکشی؟ میگه آقا من 20 تا نخ سیگار میکشم. نگاه میکنی رو سیگار، ببینی هر سیگار نوشته روش 0.5 میلی گرم چیه؟ نیکوتین. هر نخ حالی روش میشه 5 میلی گرم نیکوتین، بسته به سیگارشه. رو هر نخ سیگار نوشته شده یا رو پاکتش نوشته شده، رو پاکت سیگار. میگه خیلی خوب، شما روزی 0.5 میلی گرم سیگار میکشی، هر 20 تا سیگار میکشی، هر سیگار هم چقدر؟ 0.5 میلی گرم نیکوتینه. شما 20 تا ضرب در نیم، شما در روز 10 میلی گرم نیکوتین دود میکنی. یکی میگه من 2 پاکت سیگار میکشم، میگیم 40 تا نخ میکشی، هر نخش 0.5 میلی گرمه، نیم ضرب در 40، شما 20 میلی گرم نیکوتین در روز دود میکنی. میگه خب حالا ما کاری که میکنیم این 0.5 میلی گرم و 20 میلی گرم و یا 10 میلی گرم و میام به صورت خوراکی بهت نیکوتین میدیم، به صورت نیکوتین خوراکی بهت میدیم. خب حالا یه 20% بیشتر خوردی ایرادی نداره، چون قبلا دود میکردی از طریق ریه و شوش و بزاق دهان نیکوتین جذب میشد، حالا باید نیکوتین رو بجوی که باید از طریق بزاق دهان جذب میشه و آب دهان رو خورد میدی ممکن تو معده‌ام بره. این هست بری تو گلو هست، دهان هست، زبان هست، از این جذب میشه. پس نیکوتین دودی شد تبدیل به نیکوتین چی؟ خوراکی. ولی سقف داره. سقف رعایت نکنیم مشکلات دیگه وجود داره. نیکوتین زیاد بخوره آدم سوغل میفته سکسیکه. شروع کنیم سکسیکه کرده. بنابراین باید اون مشخص کنیم. چون سیگارش 0.5 میلی گرم بوده، باید آدامش هم 0.5 میلی گرمی باشه. سیگار که 0.5 میلی گرم بوده، شما نمیتونی مثلا 2 میلی گرم بهش بدی، یعنی 4 برابر بهش بدی. حتی 20% 30% میتونه اضافه کنه. ولی حتما باید روزانه مقدار میلی گرم سیگارش رو دوزشو خورد کنه. یعنی آدم‌ها مثل خشتای 4 موزاییک دیگه 4 قسمت تقسیمش کنه، مثلا در هر روز 10 میلی گرم نیکوتین میگیره، 10 میلی گرم آدامسو خورد کنه بریزید تو قطیه، این قطیه سیگار. چطوری جعبه سیگار داشت؟ نه یه قطیه سیگار داشت، یه قطیه چیزی تو قطیه آدامس. حالا اگر خواست 2 تا نصف هم بخوره بخوره احمد میتونه، خب 2 تا بخوره، ولی باید حتما 4 قسمت کنه. و بعد اینو در 3 ماه اول میذاریم سازگاری گذاشتیم رو این. تو احتیاج اینو نداری ولی تو سیگار داریم. این در 3 ماه هر چی خواست بخوره. حالا یه 20%، 30%، 50% هم اضافه در خواست جا کنه، میتونه از این آدمسا چیه بخوره. سیگار طول عمرش کمه، پس نیکوتین هم طول عمرش کمه. هم سیگار چون بخاطر چون سیگار الان میکشی باز دوباره 20 دقیقه بعد دوباره میکشی. بعضی که سیگار با سیگار روشن میکنه، بعد 1 ساعت میکشن. چون میکشن، چون طول عمرش تو بدن کمه، فوری اون چیزی که نیکوتین شد نیکوتین مصرف میشه، جذب میشه، باز دوباره خمار سیگار میشه، باز سیگار بعدی روشن کنه. پس ما همین کارو با آدم انجام میدیم. مسئله بعدی، وقتی که سیگار از طریق دهان جذب میشه، از طریق زبان، بزاق دهان، گلو، حنجره تا میره حالا تو چیزا میره، ریه میره، این میره تو معده، ولی بیشتر تو دهانه. پس از همون قسمتی که دود سیگار جذب میشد، حالا آدامس نیکوتین از همون طریق جذب میشه. بعد چیزی که باز استاد جلسه مطرح کرد، سیگار یه تکرار هست. کسایی که افسرده هستن یا موز سرشون میکشن یا بخوان چیزی بخورن، برای همین چاق میشن. افسرده ناراحت هم استراب دارن، میرن حتما نوشابه چیزی، غذای، نونی، شیرینی چیزی این میخورن. اون بخاطر که موقع فک انسان حرکت میکنه، خودش افسردگی رو کم میکنه. دیگه ما پس اونجا که با سیگار میکشیدن به سیگار و حرکت فک و دهان بود، اینجا با آداس ما این کار میکنیم.
این کار ما با چسب نمیتونیم بکنیم، این کار با قرص نمیتونیم بکنیم. این میاد تقریبا کپی شبیه اینه. ما تا 3 ماه اینو سازگار میکنیم که از اون دودی بیاد روی مسئله عملیات جویزنی. بعد از گذشت 3 ماه با فرمول DSD ضرب در 8 تو خیلی حرکت بگیری آقا بذارا رو صندلی پاهاتم خیلی میجنبه. بعد اون وقت روی همین قضیه با 20% کاهش هر 20 روزی 20% اون ضرب 8 یا 20% از اون مقدار کم میکنیم. مثلا بس کنیم 20 تا میخورده حالا میشه 16 تا، باز مرتبه 20 روزی میشه 12 تا، باز مثلا میشه 10 تا، باز میشه 8 تا، میشه 6 تا، همینطور ذره ذره. وقتی که ما کم میکنیم نه اینکه شخص خوشش بیاد، تو DSD هم که کم میکنیم نه اینکه شخص باید راحت باشه سرد نکشه، ما کم میکنیم به خاطری ما بقیهش رو بدن بسازه تولید کنه. میگه تا بچه گریه نکنه مادر بهش شیر نمیده. وقتی که ما یه پله کم میکنیم بدن پر میکنه. اگر زیاد کم کنیم پر نمیکنه. شما از یک خون بگیری 400 cc خون بگیری بدن پر میکنه. ولی اگر هر روز 400 cc بگیری که نمیشه که. شما که 2 لیتر هم نمیتونی بگیری که. 1 لیتر هم خون نمیتونی بگیری. شما 400 cc خون میگیری، اون خون میده میتونی تا مثلا وقتی فاصله زمانی هست باز دوباره میتونی یه مدت دیگه که گذشت آب دوباره نمیدونم چقدره باز میتونی بگیری. ولی هر روز هر هفته نمیتونی این کار انجام بدی. چون به بدن فرصت میدیم که کمبود خون رو خودش چیکار کنه، جبران کنه. حالا ما پله رو کم میکنیم، نیکوتینی که کم میکنیم به بدن فرصت میدیم که اون چیکار کنه، بازسازی کنه. یا اوتری کم میکنیم نه که خوشش بیاد، ما بیتروت کم میکنیم که به بدن فرصت بدیم که خودش چیکار کنه، خودش رو بازسازی کنه. پس این مسئله که بسیار بسیار مهم است، مسئله بازسازی زبان بدنه. خب شما میای جای اون برم میداری سیگار الکترونیک یا ویب استفاده میکنی، اونی عملیات انجام نمیده، از تو چاله افتادی میبینی تو چا. با سیگار ریشتی از هزاران سال، صدها سال سابقه‌ای داره، این که جدیده. فقط در میبینی سرطانزاست، 1000 تا مرض دیگه داره و همینی که الان استاد جلسه گفت که میبینی معده‌ش هم درد میگیره، مشکلات دیگه هم برای چیه داره. بنابراین چیزی که برای ما مهمه همینه که ما ببینیم باید قضیه رو بشناسیم. من تعمیر ماشین‌آلات می‌کردم، من 30 سال مهندس بودم ولی 30 سال مهندس تعمیرات بودم. بعد چند سال هم محقق بودم. دستگاه که خراب میشد باید می‌رسید دقیقاً نقطه خرابی دستگاه رو پیدا می‌کردی. تا نقطه خرابی پیدا نمی‌کردی دستگاه درست چیه نمی‌شد. حالا برای بیماری‌ها، چه برای سیگار، چه برای اعتیاد شیشه یا تریاک یا چه برای سرطان، چه برای MS، برای هر چی، اون نقطه‌ای که اشکال هست نقطه رو پیدا کنیم. بیماری‌هایی که منتنس داره نشان دهنده اینه که ما درمان نشناختیم. چون درمان نشناختیم منتنس مطرح میشه. اگر درمان رو بشناسیم دیگه نگهدارنده مطرح نمیشه. حالا چه در مسئله سیگار، چه در مسئله اعتیاد اگر بخوام منتنس بکنیم نشناختیم، چه بریم تو کولیت اولسراتیو اگر منتنس داشته باشیم نشناختیمش درمانش، چه بریم MS اگر منتنس داشته باشیم که باید هر روز ماه آمپولار بزنیم، هر هفته این کار بکنیم، اونجا هم نشناختیمش. اگر شناختیم درمانش رو چیه؟ درمانش نمیدونیم، فقط داریم نگه دارنده. این مسئله بسیار خوبیه. امروز هم راجع به سیگار صحبت کردیم. در کنگره از سیگار جوری شده که در جزء فرهنگ کنگره هست شده. در کنگره هست کسی که سیگار بکشه راهنما نمیتونه بشه. کسی که در کنگره سیگار میشه هیچ خدمتی بهش نمیدن. چون هم راهش رو گذاشته، راهش راه عقلاییه، راه هم نتیجه میده، روش هم گذاشته و یعنی تو کنگره سیگار بکشه، اگر هروئین بکشه زیاد بد نیست، ولی اگر واقعا سیگار بکشه ایجاد بسیار بسیار مشکل رو میکنه. برای امیدواریم به مرتبه این قضیه رو در هفته دیگه آماده بدیم که سیگار بیبه و انشاءالله استاد جلسه هم آقای جعفر دی اسم شما جواد هفته دیگه استاد شما
شما چی؟ خیلی هم تازه وارد نیست. 5 جلسه اومدن دیگه. بیشتر اومدی. باش کرمان ندارم. شما آشنا بشن راجع به سیگار کی افتاد جلسه میشه از خانوما بشن بهتره. حالا سیگار احتمالا اگر پزشکم نباشین برید سیگار آشنا باشین قبول میکنیم. هم دکتر احمدم که نیستش دیگه عراق دیگه. ها؟ روزه تازه استاد دیگه. ها؟ خیلی استاد شما بشید ما نه. روزی استاد جلسه نشه به سیگار بشه. قبول دارین برای شما؟ متشکرم مرسی. علیکم السلام. حال طبق قانون 11 سبد پول به گردش در میآید. کمک‌های داوطلبانه شما عزیزان کنگره را در رسیدن به اهدافش یاری می‌کنند. عزیزان لطفاً سبد هم به شایستگی حمایت کنید. نه در جواب میده چی؟ سیگار خودی با مواد فرق میکنه چون در دسترس آزاد ملعه عام هستش. این هست بهترین حالت نتیجه ما 3 ماه نتیجه گرفتیم چون نتیجه گرفتیم تغییرش نمیخوام بگیم. چون سیگار در دست رفت یا خورده کار سخت‌تر هم میشه. البته بقیه تحقیقات ما هم همینطوری کاملا ادامه داره. تحقیق بیماری سر رو شروع کردیم دیگه، در حال آماده سازی هستیم برای موشا رو در حال آماده سازی هستیم برای بیماری سر در انسیتا پاستور و همینطور آمفتامین هم شروع کردیم. آمفتامین بازار نوعای مختلف بود. لابراتوار دانشگاه شیمی آزاد آمفتامین تولید کردن برای آزمایش و اون هم آماده کردیم و الان دارن موشا رو آماده سازی میکنن برای یک اون که بیماری سر و اون که برای بیماری برای خود آمفتامین که پروژه تحقیقاتیش تقریبا 3-4 هفته پیش کمیته اخلاق گرفتیم و الان آماده هم کردیم و داره شروع میشه. امیدوارم به طور حدود 15 روزه آزمایش تمام میشه. البته مال آمفتامین بیشتر طول میکشه، مال سر زمانش خیلی کمه. ما بیماری HPV هم کیس ریپورت ها رو به یک مجله خیلی معتبر دادیم و اونها هم پذیرفته. البته هنوز اکسپت نشده ولی ریوایند اولیش دادن که چند تا اشکالات کوچیک داشت بودن رو برطرف کنیم. نظر مقاله‌ای که بلافاصله کیس ریپورتش منتشر میشه که از بین بردن درمان HPV یا زگیل تناسلی توسط دیسپ این هم کارش به انجام شد. مقالات هم که من صحبت کردم سرتیفیکیتش هم اومد، حالا میارم بهتون نشون میدم و بقیه کارها همه در جریان هست که همش راجع به همون نکته اصلی و اساسی تو همه اونا زبان بدن که ما زبان بدن رو تشخیص بدیم میتونیم این کارها رو انجام بدیم. شما حتما در جریان بقیه کارها قرار خواهد داد. خب پولا رو شما ردیم. HPV قشنگ دیسپ جواب کاملا میده. بگو شما.
سلام دوستان، محمد هستم مسافر. CD اخیر CD آشتی هست از آقای مهندس که باز ادامه مطالب علمی CD چنگانگیه. خیلی ممنون. مرسی. با تشکر از همه عزیزان، مبلغ قانون سبد 11 1,750,000 تومان. مرسی. آقا با شما صحبت کسی نداریم؟ عزیزان سوال چی صحبت اینی؟ من خط به جلسه اعلام کنم. خط به جلسه اعلام میکنم. میریم دعای کنگره شد. سکوت میکنیم. در این سکوت از خدا میخواییم ما رو از بر به طرف مهر هدایت بکنیم. در این سکوت هر کس هر دعای خاصی از خداوند داره در ذهن خودش مصور کنه. فقط یک خواسته یا فقط یک دعا. خداوند ما در پی هم هوا شده ایم تا بدانیم آنچه نمی‌دانیم از هستی و نیستی. خداوند